سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. در خدمتتون هستم، چه بزرگواران آپارات و چه عزیزانی داخل اینستاگرام. صبح زیبای شما بخیر، صبح زیبای پاییزی. سلام سلام سلام. بریم ببینیم که بچه های آپارات هم صدای ما رو دارند و اگر این چنین هست شروع کنیم. بله دارن ظاهرا. سلام، صبحتون بخیر. خب صدا هم که ظاهرا خوبه. من اینو پازش کنم که خیلی چیز از ما نگیره. بچه هم 44 تا فعلا اومدن و بریم ببینیم چه خبره. امروز ساعت 8:33 یه اولوش 3 دقیقه تأخیر پوزش میطلبیم بابتش و از روزنامه ها شروع میکنیم. روزنامه ها هیچ خبری نیست، هیچ خبر بورسی نداریم از روزنامه ها. چرا؟ چون دیروز مثبتش کرده. مثبت نه، یعنی دیگه آقا اون تب و تاب ریزش نیست. 10,000 تا مثبت شد و سر صدا خوابید. به همین راحتی. طرف هم اومد توی حالا ویدیو کنفرانس و گفت 400 میلیارد پول زدیم الان از صندوق توسعه. دم در نشستن، چک شما داریم میزنیم و به همین راحتی بازار منفی شد، پول میزنیم مثبت میشه. یعنی انگار مثلا این بازار چی میگن، نمیدونم چه چیزی به کار ببریم. من خیلی مخالف اینجور رفتارا، خیلی، چون که اون در واقع جدیت و حالا جدیت به کنار، اون زنده بودن بازار رو میگیره. من زیاد موافق اینجور رفتارها نیستم. سمت فروش ببندیم، پول بدیم صندوق توسعه، بازار برگرده، نمیدونم اینا به خدا سم میبره بازار. یعنی یک رفتارهایی که بعدها دوباره تو اون میدید. یعنی اینجور رفتارها باعث میشه من و شما سود نکنیم. اونی که میدونه که این پول وارد میشه و که این چیزه سود میکنه. خب بریم ببینیم چه خبر شده. 50 تا اومد پایین، 10,000 تا رفت بالا. بله، نه رفتارهای درستی نیست. بازار منفی رو یه پولی زدن رفت بالا، مثبت شد، یعنی نگهش داشتن که نریزه. دقیقا مثل همون داستانیه که دامنه نوسان رو کم کردن که نریزه، یا اون حالت فعال و زنده بودن رو به نظر من دارن از بورس میگیرن. این نظر من هست. ایران قطعنامه سازمان ملل درباره آتش بس غزه را پذیرفت. یعنی چی؟ ایران قطعنامه سازمان ملل درباره آتش بس غزه را پذیرفت. اروپا از مکانیزم ماشه علیه ایران چشم‌پوشی کرد. دیروز صحبت‌هایی شد، دیدم ترامپ صحبتی کرد و اشاره مستقیم کرد به مکانیزم ماشه. نمیدونم، خیلی مثل که داریم سمت سوهای نمیدونم. روزنامه ثروت گشودن درهای دلالی به روی فرصت طلبان بانک‌های مسکن. اینو خوب، این جالبه. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بانک‌های مسکن، سپه، ملت، صادرات و پاسارگاد با بیشترین خانه خالی. این گیر دادن به بانک‌ها برای خونه خالی ها چی میگن، رفتار درستی است، ولی اگه زورشون برسه. قطعه سازان در من بچه من سیاسی نیستم، یعنی سیاسی بلد نیستم. سیاسی بوده یعنی تحلیل جنگ ها و مسائل این گونه رو من تخصصی دربارش ندارم. صرفا صحبتی اگر میشه بر اساس خوانده هایی است که در واقع روزنامه ها یا چیزهای دیگه میگن. خیلی تخصصی در این باره ندارم. بله
قطع سازان در معرض ورشکستگی، نتانیاهو در توهم نابودی حماس، چیزی که روزنامه تجارت زده. پیدا و پنهان مالیات ستانی داده محور، فتاح رئیس ستاد اجرایی و دهقان رئیس بنیاد مستضعفان شد. دو تا از بنیادهایی که به شدت پول دارن. بله. خب این کامنت های باز همیشه هم خوب نیست، یعنی خیلی وقتا اون ولش نگم بهتره. روزنامه کیهان داره از طوفان الاقصی و اقتصاد و در هم شکستن اقتصاد اسرائیل میگه با تیتری بزرگ و 17 بانک، روزنامه کیهان 17 بانک کشور 78 شرکت فعال انبوه‌سازی دارن. اینم جالبه که خود کیهان داره اشاره میکنه که بانک ها دارن در واقع یک چنین چیزی رو گوشزد میکنن. خب لطفاً مسائل حاشیه‌ای رو بذارید کنار، بچسبید ببینیم چه خبره، چه جوریه. دکتر جان دیروز پول بک بود یا برگشت بازار؟ کی میتونه اینو بگه با این دقت؟ اگر کسی میگه صرفا نظرش رو میگه و خیلی نمیشه به قول معروف پول بک ها یا برگشت بازار حرف زد. توضیح میدم درباره بازار، بذارید خود بچه‌ها بیان. 8.5 یه چیزی یعنی کلیاتی خواهم گفت. خب بیت کوین 34330، اونس طلا 2011، نفت برنت 887. اونس یه کوچولو کمی نسبت به دیروز، یه کوچولو آرام گرفته. نفت برنت اومده پایین و بیت کوین هم یه کوچولو بالا رفته طبق داده‌های من. سکه 29380، 29990، حباب 5 و 5400. یه چیز جالب بهتون بگم، ما دیروز تو صندوق‌های بلخص اهرمی یه رشد همچین درست حسابی داشتیم. کسانی که جهش داشتن یا حالا اهرم کمتر، دیروز رشدهای خوبی داشت. بلخص آقای دهقانپور عزیز سلام. اول دیدید بازار یه تکونی رو به بالا خورد برای صندوق‌ها. دیروز من خدمتون گفتم ساعت 12 شده ساعت طلایی برای بازار. چرا این ساعت شده؟ ساعتی است که صندوق‌ها و سکه قیمت میخوره، چوب میخوره. سکه و صندوق‌های طلا باز میشن، به قول معروف میره تو مزنه و طبیعتاً مثبت و منفی شدن صندوق‌ها و سکه یا طلا اونجا میتونه خیلی تاثیر زیادی تو بازار بذاره. سکه با حالا گپ منفی که نه، ولی منفی باز شد دیدم هولوش 1 و 2 منفی، ولی و اهرمی ها رو به بالا. این جالب بود برای من که به نظر من بعد تو زمانهای بحرانی ساعت 12 ساعت طلاییه برای بازار و حواستون باشه تو این قضیه. دکتر بحث این رکود تو بازار داره چه میذاره و اینکه شاخص بره بالا بازار برگرده، اینا هم مطرح کنه. چی بحث رکود تو بازار داره تاثیر میذاره و این اینک شاخص بره بالا بازار برگرده پایین، این هم مطرح کنید. متوجه نشدم. فراکاب ها. خب حباب 5 تومن، سکه اولوش 29 کنترلش کردن تا اینجای کار، تا اینجای ببین تا الان، تا امروز 8 آبان اگه اشتباه نکنم. دولت در مهار قیمت دلار موفق بوده. مهار رو ببین، من دارم به این جمله به جمله دقت کنید، در مهار قیمت دلار. من نمیگم افزایش قیمت دلار یا کاهشش یا هر چیزی دیگه. تو مهار یعنی چی؟ یعنی به نظر من قیمت دلار باید بیشتر از این حرفا باشد، ولی دولت تا به اینجای کار، تا امروز فردا رفت بالا نگید من فلان،
تا اینجای کار به نظر من موفق بوده، تونسته تو بحران در واقع دلار رو همون قیمت ها نگه داره. و اما بازار خودمون ساعت 8:42 سرخطی دیروز دوتا دیدیم، خیلی جالب بود. یکیش من بچه و آیند مثبتم رو 1500ش خیلی خوب بود، یعنی منفی شنبهش عالی بود. و یک سهمی دیگه هم دیروز بود، یک رنج به شدت مثبتی زد و سهم چی بود خاطرم نیست، اگر رنج مثبت زد و احتمالاً امروز صف خرید خواهد بود. بیشترین افزایش ها رو میگم و یه توضیح مختصر حالا که هولوش 400 خورده این نفر در لایف هستن خدمت عزیزان خواهم گفت و بریم سراغ بازار. بیشترین افزایش ها بالبر، سبهان، سدشت، کساپا. آقای امیر هستی؟ آره آقای امیر دادوند، شما فکر کنم خوشحال ترین باشی امروز. کساپا حسابی رشد کرده، 18-19% رفته بالا. سبهان، سدشت، کساپا، سدور، سفار، رکیش، پلاسک، نیان، کگاز و معلم بیشترین افزایش ها رو داشته و سهم هایی مثل کیمیا، لابسا، تکشا، بکاب، فزرین، فلول سامان که مرجان، خکمک، ددام و آفرین جزء بیشترین کاهش ها. بیشترین افزایش ها 18، بیشترین کاهش ها 16 عدد، یعنی کاهشی ها. آرمین من همیشه اسم شما رو اشتباه میگم. کاهشی ها بیشتر بودن و این نشان از رکود مطلق بازاره. خب یه چیزی من خدمتتون بگم، چیز کلی من از بازار بگم. و اون هم این هست که شنبه یه منفی 50,000 تایی خوردیم. خب به واسطه حمله و حالا اینجور داستانا بود. اومد و در واقع فیلمشو برای حالا تو چیز دیدید دیگه قطعا که شاید هم ندیده باشید. اومدن گفتن با یک امضا حدود 400 میلیارد پول وارد بازار شد. خب دو تا بحث مطرحه. اگه واقعا قراره پول وارد بازار بشه اصلا اعلام نمیکنند و یه عده چرا خاموش دنبالش میان. اما وقتی میگن که 400 میلیارد وارد کردیم، این یعنی جنبه حمایتی داره. نمیگم بترسید از بازار، ولی فعلا اونجوری بازار حرکت شارپ و غیره نداره. اما توصیه کلی تو دید بلند مدت و میان مدت که به عزیزان میتونم بکنم، دیدگاه من نسبت به بازار از حالا به بعد مثبته. یعنی خیلی دیگه رو بازار منفی نیستم، چون دیگه چیزی برای ریختن از دست دادن نداره. یواش یواش وارد زمستانی میشیم که انتخابات در راهه و میتونه براتون سهامی که دارید رو سهامداری کنید و نگه دارید و حالا چیز بشید. ما با بچه ها دیروز اهرم و خگستر صفر تابلو رو خریدیم. یه چیزی هم بهتون بگم، این پولی که وارد شد، اگر پولی وارد بشه، پول قدرتمندی وارد بازار بشه، قطعا اینو به جد میگم، تکرار میکنم صحبتم رو، اگر پول قدرتمندی وارد بازار بشه قطعا از رو خودرویی ها گذر خواهد کرد. بله. آقای فارکس گل میگن دکتر دو روز پیش گفتین بازار مثبت 50,000 واحد ریخت. حالا یه عده‌ای اصلا اومدن که یک چنین چیزایی رو بگن که آقا گفتی فلان. من نه بدهی به شما دارم، نه حالا خاطرتون هست دیگه تو اون نظرسنجی تنها کسی که گفت منفی بازار من بودم دیگه. حالا این بعضیا دیگه حالا خیلی دیگه. حالا به هر صورت من بدهی به کسی ندارم، این رو همینجا اعلام کنم. دوست نداری نه آقای فارکس، شما که فارکسی هستی از آیدیت پیداست، بازار رو میخوای چیکار؟ برو فارکس سودهای دلاری در بیار. خب مجبور نیستی تو این بازار باشی، برو سودهای دلاری خوب اونور ریخته، برو این همه تبلیغ درآمد دلاری هست، برید اونجا و درآمد دلاری در بیارید. دارم خدمتتون میگم اگر پولی قراره وارد بازار بشه، به نظر من
از خودرویی ها عبور خواهد کرد. و اگر قرار باشه حجمی یا توده‌ای یا موجی وارد بازار بشه، به نظر من خودرویی ها گزینه‌های خوبی هستن. من به شدت رو خیرگستر دیروزم بهتون گفتم، دیروز صف فروش شنبه خیرگستر بود. یه کوچولو حالا بد نبود گرفتیم و اهرم‌ها هم که طبیعتا با بازار رشد میکنن. دیروز افزایش قیمت جهش برای من جالب بود. افزایش قیمت جهش حدود 5-6% تو چیزا رشد کرد. یه صندوق جدید به نام موج پذیره نویسی شد و کلی دوباره نفس بازار رو گرفت. میگم این صندوق ها دیگه خیلی دارند زیاد میشن. خب فراکابی ها هم جزء سهامی هستن که اگر بازار بخواد راه بیفته میتونه گزینه‌های خوبی باشه. کما اینکه فراکابی ها در حال حاضر بلخص سهم فرابورس فکر میکنم اگر اشتباه نکنم جای خیلی خوبیه. احتمالاً امروز و فردا هم مثبت خواهد بود. احتمال قریب به یقین. امروز و فردا مثبت خواهد بود، ولی چهارشنبه دوباره ممکنه ارزها زیاد بشه. حواستون باشه به پنجشنبه جمعه هایی که شما دسترسی به بازار ندارید و معمولاً این پنجشنبه جمعه میچسبه به مسائل جهانی شنبه یک شنبه و میشه فلان، میشه عجیب و غریب. جمعه چیزی که من شنیدم سخنرانی هست مربوط به مسائل فلسطین، میتونه تاثیر رو بازار ایران بذاره، میتونه تاثیر زیادی روی بازار ایران بذاره. خب 500 نفر داخل لایف هستن. یه نگاهی بکنیم 8:49 دقیقه نگاهی بکنم به این، برم تو آپاراتم هلوش 239 نفر. یه نگاهی میکنیم به پیشگشایش و آقای نجاری گفتند و خب میتونه تاثیر رو بازارها بذاره. من مسائل اقتصادی رو دارم فقط میگم، من به سیاستش کاری ندارم. آقای آرمین میگه اگه تو صف فروش و گستر بتونید بخرید احتمالاً نوسان روزانه خوبی میده. ایشون میگن های وب خیلی وب اذیت کرد. خب یه نگاهی به پیشگشایش بکنیم و ببینیم چه خبر است. 448 صفر تابلو ملت، صادرات 182 صفر تابلو و فولادی که 525 هست، یک مثبت. فولاد خیگستری که دیروز میشد روی همین جاها بخری، هنوز همین جا هست. 380 خریدیم ما. آقای ملکزاده میگه دکتر کاندیدای مجلس بشی رأی میاری. حالا اونم مجلس حتما. ببینیم خیگستر 382، خودرو 241 و 8. خودرو مثبته. من منتظر صف خرید خیگستر هستم. نمیگم الان امروز و فردا، ولی یه صف خریدی دارد. ببینید این یه موجی باید بیاد. فعلا این موجه شاید بشه گفت 30-40 متر جلوتر ایجاد شده. حالا تا برسه به حالا خودرویی ها و غیره، من تبلیغ سهمی رو نمی کنم. به واسطه این بچه ها تصمیم گیرنده نهایی شمایید. بازار شرایطی نداره که من به شما بگم بدو بخر بدو بفروش. البته اگرم داشت این چیزی رو نمی گفتم. قطعا هنوزم دارم میگم مسئولیت خرید و فروش به عهده خود شماست. این مبنی بر تبلیغ سهم یا چیزی نباشه، چون نه از نظر اخلاقی نه از نظر قانونی کار درست است. خودرو 235 هست. هکشتی داره یواش یواش جذاب میشه. اگر نه صف فروش نیست
هولوش 900 یک کشتی به نظر من میتونه خوب باشه. فملی خاطرتون هست کشتی رو پرسید روز بازگشایی و بهتون گفتم گرونه رو 10.5 بود و الان داره به جای جالبی میرسه. دیروز البته مثبت شد، دیروز خوب بود. فملی 688 صفر تابلو، فارس 10660 صفر تابلو، بندر 999 مثبت است، مثبت خوب، مثبت خوب. شپنا 802 تومن. و شتران و اینا که هیچی. خساپا چی میگه؟ 212 صفر تابلوه. 60 تا 110 تومن. دی که همچنان بسته است. دیروز یک پترو آگاه هم خوب اومد بالا، دلیلش نمیدونم چی بود. نه به دید یک ساله من چیزی من نمیخرم، شما رو نمیدونم، ریسکیه، سکه میندازی بالا. من اینجوری وارد نمیشم. میخوای حق تقدم بخری؟ به نظر من آپشن ها کامل جای حق تقدم رو گرفتن. آپشن ها اهرم 17 1700. خب جاش جای اگر رو 17 رو 1700 باز بشه تقریبا میشه گفت قیمت پایانی دیروز ظهره و نمیدونم این پولی که وارد کردن حالا انقدر و با متاسفانه تبلیغاتی که میشه برای بازار بعضی وقتا ضد ارزش میشه. ضد ارزش میشه. دارا یکم 15350 خوبه، مثبته. جهش دیروز خیلی خوب رفت بالا تا 350 هم رفت ولی الان 92.40 و یه چیزی جالب من توی جهش دیدم، البته این صندوق ها رو وقتی نگاه میکنید واحدهای ممتازی هنوز صادر نکردن و این یعنی اینکه بالاخره اونا تیم پشتشونه و دسترسی به اطلاعاتشون شاید بیشتر، شاید که نه قطعاً بیشتر از ما دسترسی به اطلاعاتشون. دیروز یه صفحه خرید زد. جهش دیروز یک رنج مثبت رو به بالا زد، حالا چی بود داستانش نمیدونم. پالایش 14 و 200 جاش به نظر مثبت. 851 شتاب که توی این اهرمی ها شاید بشه گفت پرنوسان ترین یا اهرمی ترینش همین شتاب باشه. استیل جالبه برای من، چنان زیرشو بستن که انگار اوردرهای استیل رو اگه نگاه کنید یه چیز جالبی داره. توان 15800 مثبته و تمام. اینها مربوط به پیشگشایش ساعت 8:55 است. یه نگاهی هم به کدال بکنیم و اگر سوالی باشه در خدمت هستیم. خب ببینیم دیروز آیا چیزی سهمی روی کدال نشسته. ختراک اطلاعیه پذیره نویسی داده، یه نفر سوال کرد. سلام دکتر مرید عزیز. و صبحان پیشنهاد داده، پیشنهاد هیئت مدیره و صبحان رو ببینیم و صبحان بالاخره کار خودش رو کرد. دو تا رنج مثبت رو به بالا داشت. خاطرتون هست بچه‌ها یکی دو هفته پیش دیدیم الان 7.8 شده 10. خب خبری نیست، یه سود انباشته کوچولو بوده. سمگا مدارک مستنداتش اومد، مطالبات حال شده، سود انباشته چیزی هلوش 30 درسته؟ آره 2 تا 30%. سمگا کسی داره به نظر من بد نیست نگه داره. قشهرداب من نظری درباره قشهرداب ندارم. سمگا اگر دارید نگهداریش
بد نیست، مخصوصا شرکت در عرصه سرمایه اولش به نظر من میتونه خوب باشه اگر دارید، چون میره مجمع ها و یه انباشته میخوره و بعد میره چیز. من سمگا رو بذار نگاش کنم، چارتشو ببینم. سمگا به زودی میره مجمع و میتونه، من نمیدونم کجاست، جاش رو روی چارت ببینم. قبلا داشتم سمگا رو، سهمیه که بزرگه، سهم بزرگیه و این افزایش سرمایه‌اش حالا آپدیت نمیشه. من سمگا رو ببینم و بعد بریم سراغ بازار اگر باز بشه. خب سمگا جاش خیلی خوبه، 366. شروع این اومده پایین، چه سرمایه داشته؟ بچه سمگا خوبه، بررسی کنید، سمگا رو بررسی کنید. درسته ماله عرصه سرمایه مدارک مستندش هم نشسته 366. حالا یادم نیست دقیقا. به نظر من سمگا خوبه، واقعا مفته رو این قیمت. بررسی کنید دیگه، داشته باشید تو واچ لیستتون، باش سمگا سهمی که میتونه چیز کنه. البته اگر نمیدونم آپشنش که باز نیست، اگه باشه خیلی مثل های وبش میکنن. های وب همینجوری شد دیگه. خساپا بلوکیزه، مطمئنی 1.5 میلیارد؟ من ندیدم، من نمیدونم. اگر اینجوری باشه خوبه. خگستر بذار 4 تا خگستر گفتم، خگستر که ما دیروز گرفتیم. حالا خیلی هم حالا نمیگم فردا میپره بالا یا هر چیزی، ولی خوبه دیگه. من منتظر خگستر هستیم برای حرکتش و همین روزا اتفاق میفته. دکتر از رو خودرویی ها رد میشه یعنی چی؟ یعنی این پولی که میاد از فیلتر خودرو باید رد بشه، یعنی این پول اول باید یه تحرکات مثبت تو خودرویی ها بده. اگر این پول واقعی باشه، در حرف نباشه، خودرویی ها رو باید خیلی مثبت بکنه. همین دیگه، خیلی سخت نبود. خب بازار ظاهرا مثبته امروز، بد نیست. با فئازر چی میگه؟ بازار امروز از اون مثبت خدا کنه، البته حالا جلو نریم ابتدای کار. فئازر چی میگه؟ چه صفی، چه حجمی ابتدای کار، چه حجمی فئازر. خیلی ها با این فئازر از خاک بلند شدن، بچه های تبریز. خیلی این کارا چیز کردن. خیلی گستر همچنان 0.1 قیمتش قیمت دیروزه 385، ما 380 خریدیم بکنم. نه آقای نمیدونم. ملت صف خرید 7 مثبت. به به. دارا فکر کنم خدا کنه خیلی مثبت نشه، چون دوباره جلوشون میگیرن. ما آهسته و پیوسته دوست داریم، ولی خیلی سبزه، خیلی سبزه. کسانی که امروز اهرمی ها 110 فکر کنم قوقا کنن. کاش خیلی مثبت نشه، فردا بتونیم رد کنیم.
بچه دعوا نکنید دیگه تو لایف. متاسفانه این بورس یه جوریه که تحریک کننده است و همه. ببخشید ملت، من و به ملت رو نگفتم، من بیمه ملت رو گفتم. بیمه ملت، نماد ملت. خب ساختمانی ها اومدن بالا. پیگستر 1.26. شب بزنیم چیزا چه کردن. بازار یه خورده همچین فسش خوابید. من چیزو ببینم. خب حالا 1.82 خودرو 1.8 توان داره فلان. منفی نداریم، همه مثبتند و من فکر کنم اهرام رو چند باز شد. داره یکم خوب داره میاد بالا، چه حجمی دارن میخورن. اهرام رو 17 باز شد به نسبت دیروز مثبت 1.19. البته 1.19 قیمت آخرین قیمت دیروزه ها، فکر نکنید امروز مثبتی خورده، هرچه داره از دیروزه، تفاوتش با قیمت پایانیه. خب خگسترم که مثبته. این مثبت به درد ما نمیخوره، ما صف خرید خودرویی ها رو دوست داریم که مثل ببینم میشه امروز. بله آذر داستانشو در بیارید ببینید چیه. چارتش دیدنیه، چارتش دیدنیه. چارت فئازر، اون چارت فئازر رو ببینیم. امروز فرصتی خود بیشتر میمونیم. من سمگا هم دوست دارم، حالا هر کس میتونه اگر داشته قبلا که نگه داره به نظر من کسی، ولی ورودش رو هم کالا رو هم چشم نگاه میکنم. آقای فئازر اخبار مثبت داره، از خبر مثبت گذشته، ظاهرا داره جای هفارس و سفارس رو میگیره. دیشب ایشون خواب دیدن فسوژ اومده صف خرید، اگر داری امیدوارم تعبیر شه خوابت. بله فئازر دوباره مثل اینکه یه کارایش دارن میکنن. باید ببینیم امروز چقدر حجم میخوره. فئازر از اون سهما بود که خیلی رو رستگار کرد. رستگار کرد، البته دوباره ول شده ها، نباید بگم. الان فعلا صفش رو داده. به نظر من چیزه خریدنی نیست. اعتبار دارم تصفیه کنم چند درصد تو سود و زیانی. جالبه برای من این اعتباری که میگیرید. چجوری جرأت میکنید 20 درصد پوله، به راحتی میگم نزولش رو بدید و بیارید تو بازار. تو این شرایط خیلی باید نوسانی باشید، خیلی. یعنی آقای دهقانپور میگن امروز یک فروشنده قوی از بازار خارج میشه. به نظر من چارت من نمیخرم تو بازار اینجا، حالا رو چارت من دارم میگم، درباره فروشنده یا خریدارش اطلاعی ندارم. کالا چشم بذارید من کالا رو ببینم. این دوستمون خیلی اصرار داره رو کالا، ظاهرا تک سهم کالاه. بچه‌ها صرفا نظر شخصی من هست و طبیعتا تصمیم گیری نهایی خود شما هستید. فیازر از اون سهمایی بود که یه بالای خوب زد. یادم یه زمانی من تو نمایشگاه بودم، یه نفر می اومد، یه نفر از عزیزان اومد گفت من اگر فیازر داشتم فلان میکردم. یعنی با فیازر میتونه چیزی رو جبران کنه و فلان. خب سهمی ظاهرا جای سفارس و هفارس رو گرفته. خب حالا که اصلا این چارتی که من دارم میبینم، اگه داری دستش ندارم، این چیزی که من دارم میبینم جاش خیلی جای خوبیه. یعنی حتی به نظرم ورودم داره کسی بخواد بگیره.
بذارید آپدیت بشه. فیس هوا چرا باز نمیشه؟ هیوندر ختراک افسی سرمایه داشته فکر کنم توی چیز قنوش. بذار چون بد شده کنده رنج منفی زد خودروی ها. بازار یک پارچه سبزه، منتها باید این سبزی بیفته به خودروی ها. ببین پولای بزرگ میرن سمت خودرو، میرن سمت فلزات اساسی، سهم بزرگ میرن و اونه. بله لایف سیو میشه و در یوتیوب سیو میشه لایف، میتونید برید ببینید. نه بازار که خوبه. من چارت کالا رو ببینم. من کالا رو حتی اینجا میخرم اگر بخوام بگیرم. کالا حتی خرید هم داره، یعنی 800ش رو بذارید عدد طلایی، 800ش رو عدد طلایی بذارید و چیز بود. اهرم تر شد. خب چرا بد نیست که اهرم؟ بذار اهرمی ها رو ببینم چی میکنن. توان اهرم جهش خراب کرد. جهش دیروز خیلی جالب بود. جهش خیلی جالب بود. نه 1.19 دیگه، مثبت 17. خب بچه ها بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم خوش و خورم باشید. همین الان این رو من لایو رو ذخیره میکنم، توی اینستاگرام نمیذارم، میذارم توی یوتیوب. کسی خواست اونجا میتونه بره ببینه. دور همی ساعت 11 در خدمت عزیزان خواهم بود. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدایا نگهدار همه‌شون.